بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت دوم از داستان صحابیه بزرگوار، این بانوی بزرگوار ام ایمن، کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون فرمود مادر من، و اشاره کردیم به اینکه ایشون بعد از وفات آمنه مادر پیامبر، ایشون که به عنوان کنیزی بود که بالاخره به ارث رسیده بود بعد از فوت عبدالله پدر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، دیگه آغوش خودش رو باز کرد برای حفاظت و حمایت از پیامبر خدا. و از طرفی هم بعد از مرگ عبدالمطلب یادآوری کردیم که ایشون نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم من دیدم که کنار تخت عبدالمطلب بود و زمانی که عبدالمطلب از دنیا رفت و ایشون همچنان داشت گریه میکرد و پیامبر میگه که بله من بیاد میارم اون روزی که عبدالمطلب پدر بزرگم از دنیا رفت، در چون که من 8 سالم در اون موقع سنم بیشتر نبود، یعنی کاملا بیاد دارم. اما خب ببینیم ام ایمن که از حالا دیگه تصاویر و اون نقش واقعی اون رو میتونیم ببینیم، از حالا به بعد برای ما دیدنی هست تا به این تصاویر و این زندگی سراسر نور و برکت ایشون نگاهی داشته باشیم. این توجه ام ایمن به پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم طوری بود که دیگه ما کاملا در تاریخ میبینیم، در سیرت میبینیم و توجه پیامبر، همونگونه که ابوطالب عموی پیامبر و همسرش فاطمه بنت اسد به پیامبر توجه خاصی داشتن و به این پیامبر محبت میکردن، محمد صلی الله علیه و سلم. ام ایمن هم همین گونه، یعنی پیامبر مثل سایر کودکان دیگه نبود که مثلا برخی بچه‌هاشون رها، حتی بچه‌های خود عبدالمطلب اونقدری که به محمد صلی الله علیه و سلم میرسیدن به اون نمیرسیدن، موهای پیامبر رو چرب میکردن، چشم‌ها رو در طبق رسم اون زمان مثلا سرمه میکشیدن و کاملا مواظب بودن هوای پیامبر رو که پیامبر کاملا تر و تمیز و مرتب و اینها باشه. جالبی که ام ایمن نقل میکنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، میگه من هرگز ندیدم پیامبر از گرسنگی شکایت بکنه، در همون کودکی یا از تشنگی شکایت بکنه. اشاره میکنه شاید به خاطر نوشیدن آب زمزم بود، چرا که هر روز صبح میرفت آب زمزم میخورد و خیلی متفاوت بود با کودکان دیگه، یعنی بچه‌های دیگه طبیعت دیگری داشتن، ولی خب غالبا ما میبینیم کودکان چگونه هستن. و میگه رسول خدا به گونه دیگه بود، سر همین میگه که حتی ابوطالب میگفت من آثار برکت و خیر رو در محمد میبینم. خب زمان گذشت، رسول خدا صلی الله علیه و سلم جوان شده بود دیگه، حالا بزرگ شده بود و دیگه ام ایمن رو صدا میزد امه، مادر جان. و ام ایمن هم خب خیلی خوشحال بود، کارهای پیامبر رو انجام میداد، امور زندگی و خدماتی رو که بالاخره مثل یک مادر برای فرزندش داره انجام میده و توجه میکرد به اون میرسید، تا زمانی که ازدواج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با خدیجه بنت خویلد ام المؤمنین رضی الله عنها صورت گرفت، که بالاخره در این شرایط بود که دیگه پیامبر اومد ام ایمن رو آزاد کرد. هنوز دیگه زمان نیست که به سن پیامبر 25 ساله، جوانی هست و هنوز دوران بعثتش نرسیده، 15 سال بعدی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیامبری برگزیده میشه. وقتی که ایشون رو آزاد کرد، عبید ابن زید خزرجی، خوب دقت کنید، عبید ابن زید خزرجی با ایشون چیکار کرد؟ ازدواج کرد. خداوند به اینها پسری داد به نام ایمن. خوب دقت کنید، پسری داد با نام ایمن. همین ایمن جزو صحابی پیامبر هست، هجرت شامل حالش میشه، جهاد، فضیلت جهاد شامل حال این ایمن میشه و ایشون در جنگ حنین به شهادت میرسه و بر همین اساس هست که میبینیم کنیه برکه همین خدمتکار رسول خدا صلی الله علیه و سلم که حالا آزاد شده به ام ایمن دیگه غلبه کرد و وجود داشت، به خاطر اینکه خود ایمن داره یک شخصیت بزرگوار در تاریخ اسلام و از ستارگان نسل اولیه مسلمانان هست. اما نیکی پیامبر به ام ایمن که به همینجا ختم نمیشه، همیشه پیامبر اون رو گرامی می‌داشت، ازش سر میزد و وقتی پیامبر بهش نگاه میکرد و ام ایمن رو میدید اشاره میکرد هذه بقیت اهل بیتی، این باقی مونده اهل بیت و خانواده من هست. نکات داشته باشه خیلی زیباست. همینجوری ایشون صدا میزد یا امه، ای مادر جان. در کتاب تهذیب الاسماء و لغات آورده امام نووی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این چنین میفرمود ام ایمن امی بعد امی. امام نووی میگه پیامبر میگه ام ایمن مادر من هست، مادری که بعد از مادر واقعی من بوده که همون آمنه بنت وهب هستش. اما خب ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بالاخره مبعوث شد به پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم. ام ایمن هم جزو اولین کسانیه
که اسلام رو میپذیره و تایید میکنه رسالت محمد صلی الله علیه و سلم رو. ابن اسیر جزری در کتاب خودش اسطورغابه خیلی جالب میگه ام ایمن جز اولین کسانی بود که اسلام رو پذیرفت و از همون روزی که اسلام در کاروان اسلامی شکل گرفت و حرکتش آغاز کرد، ام ایمن اسلام رو پذیرفت. اما همسرش عبید ابن زید اسلام رو نپذیرفت و مخالفت کرد با پذیرش اسلام و همین سبب شد که این زن و مرد از هم جدا بشن، چرا که دیگه اینها دیگه توافق زندگی با هم نداشتن. اینجا عبید ابن زید مخالف اسلام بود و معاند شده بود، بالاخره همسرش ام ایمن مسلمان شده بود، پیامبر ایمان آورده بود و اینجا دیگه بینشون فاصله و جدایی افتاد و به عبارتی طلاق داده شد. خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها وقتی که این صحنه رو دید، بالاخره در همون زمان ایشون اومده بود زید ابن حارثه رو از حکیم ابن حزام خریده بود و این رو چکار کرده بود ایشون؟ حکیم ابن حزام زید ابن حارثه از سوق اوکاس کرده بود، در داستان زید ما گفتیم. و پیامبر هم خواست که بالاخره زید خوشش اومده بود، خدیجه هم به پیامبر زید رو هدیه کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زید رو حتی به عنوان پسرخونده خودش چکار کرد؟ قرار داد. یکی از نکات خیلی جالبی که گفتیم وجود داره در این داستان اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ام ایمن رو آزاد کرده. ام ایمن ازدواج کرده بود، فرزند پسری داشت به نام ایمن، همسرش ازش جدا شده. خب شخصیتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو حفاظت کرده، حمایت کرده، بزرگ کرده و پیامبر هم خب طبیعیه که این قدردانی رو فراموش نمیکنه. اینجا بود که پیامبر گفت هر کی میخواد با زنی از زنان بهشتی ازدواج کنه با ام ایمن ازدواج کنه. خب زید ابن حارثه که پسرخونده پیامبر اون زمان میشد با ام ایمن چیکار کرد؟ ازدواج کرد. خب خداوند به اینها پسری داد به نام اسامه که بالاخره این داستان اسامه رو هم ما نقل کردیم در قسمت سیرت و این خانواده مبارک در صدر اسلام کاملا میبینید شکل گرفته. اما ببینیم از هجرت ام ایمن که چه هجرتی داشت، چه شرایطی داشت. ابن اسیر نقل میکنه که ام ایمن از همون اولین کسانی بود که از ابتدا مسلمان شده بود. ایشون یک بار به حبشه هجرت کرد، سپس در بار دوم به مدینه هجرت کرد که داستان هجرت ایشون به مدینه هم خودش داستان خیلی زیبا و با شکوهیه که اشاره به یک سری حالات داره و کراماتی داره که خداوند نصیب حال ایشون میکنه که حالا ما نمیخوایم زیاد وارد این بشیم. اما نکته‌ای که وجود داره بالاخره ایشون در این مسیر هجرت دچار تشنگی میشن و تشنگی شدیدی به ایشون غلبه میکنه و خداوند چنین شرایطی رو فراهم میکنه که آبی به دست اینها میرسه، آبی که واقعا به طریقی معجزه‌آور در کرامات الهی رو نصیبش میکنه و ایشون بالاخره از اون تشنگی از اون حالت بیرون میان و همین هست که این ام ایمن یا این زن مسلمان مهاجر که واقعا پیاده این مسیر رو داشته هجرت میکرده و روزه هم بوده، خیلی عجیبه اون شکل نقل شده و شرایط خیلی سختی رو طی می‌کرده، خداوند یک چنین برکت و خیری رو نصیب ایشون میکنه که حالا داستان مفصل در جایگاه خودش، شاید روزی این رو بشه بررسی بکنیم چون من صحت و سقم برخی از این موارد رو نمیدونم، نیاز به تحقیق بیشتری داره. اما ببینیم تصویر ام ایمن رو در میدان جهاد. خب این که در میدان ایمان بود، در میدان حمایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، در میدان مثلا همسرداری بود، پرورش فرزند بود، هجرت بود که 2 تا هجرت شامل حال شد. اما در میدان جهاد ایشون چه نقشی داشته؟ چرا که میدونید که جهاد قله ایمان هست برای اسلام، یعنی قله ایمان اون جهاد در راه خدا هست. ام ایمن رضی الله عنها که ایشون هم گفتم که دارای تمام اون ویژگی های یک زن نیکو مسلمان و مجاهد بود و از همه طرف سعی میکرد که از همه فضایل بهره مند بشه. از یکی از این موارد بحث شرکت ایشون در میدان جهاد هست. با وجودی که سن ایشون بالا بود، دارای سن بالایی بود، اما بالاخره ابایی نداشت و سعی میکرد که در میدان جهاد هر جایی که برای شرایطی فراهم میشه این هم حضور پیدا کنه در کنار مجاهدان، در کنار کسانی که به خاطر کلمه الله تلاش میکنن در برابر شروران و متجاوزان و بدخواهان و کسانی که میخواستن به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اهل ایمان آسیب برسونن که تاریخ بسیار زیبا صحنه‌هایی از جهاد ایشون رو برای ما نقل کرده. من یک نکته‌ای رو خواستم یادآوری بکنم چون نمیخوام که این صحنه دستون بره، این میخوام برای جلسه بعد بذارم. این تصاویری رو که ما از زندگی ام ایمن
میبینیم در تاریخ به نمایش گذاشته شده و این حالات و این سفارش هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره نشان از این داره که این آیین اسلام که به خداوند برای نجات بشریت فرستاد بر روی دوش تنها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیست، بر روی دوش تمام یارانش، از مردان و زنان، از همه، از آزادگان و بردگان قرار گرفته و همه با هم کنار هم دیگه با محبت، با جهاد، با تلاش، با فداکاری، با ایثار، با بندگی، با تعاون، با تلاش و کوشش این حقیقت رو حفظ کردن، پذیرفتن، متجلی شدن و به نسل‌های بعدی رسوندن تا امروز که این به ما رسیده. ما نباید هیچ وقت اون لحظات و تاریخ و این صفحات گرانقدر و طلایی تاریخ هدایت رو فراموش بکنیم و همیشه باید در فکر این باشیم میتونیم از این صفحات برای خودمون توشه‌ای برچینیم. تا روز دیگه و برنامه دیگه یا در عبارت قسمت سوم داستان ام ایمن شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.